نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و از کسانی که به خود خیانت می کنند جانبداری مکن، همانا الله افراد خیانتکار و گنهکار را دوست ندارد. آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می کنند، ولی آن را از الله پنهان نمی کنند، در حالی که الله همراه آنان است. آنگاه که شبنگام پنهانی بر گفتاری که الله از آن خوشنود نیست متفق می گردند و الله به آنچه می کنند کاملا آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.